هوش مصنوعی دنیا رو ترکونده و میگن قراره کلی انسان رو از کار بیکار کنه و جای آدما رو بگیره. اما به نظرتون میتونه جای منم بگیره؟ چون توی ویدیوی امروز قراره چت جی پی تی ما رو کنترل کنه و یه ویدیو رو از 0 تا 100 برای ما بسازه. ما هم فقط به حرف چت جی پی تی گوش میدیم. سلام چت جی پی تی، چطوری؟ ممنون. شما چطورید؟ قربونه. امروز حالتون چطوره؟ امروز فوق‌العاده‌ام، واقعا حالم خیلی خوبه. چه عالی. خوشحالم که حالت خوبه. امیدوارم روز فوق‌العاده‌ای پیش رو داشته باشی. حتما روز فوق‌العاده‌ای داریم، چون از اونجایی که شنیدم مثل اینکه قرار هوش مصنوعی خیلی از انسان‌ها رو بیکار کنه و شغلشون رو ازشون بگیره. من متوجهم که این نگرانی وجود داره. اما هوش مصنوعی میتونه به عنوان یک ابزار کمکی فرصت‌های جدیدی هم ایجاد کنه. مهم اینه که یاد بگیریم چطور ازش بهره ببریم. بله شما راست میگی، تو درست میگی. ولی امروز اتفاقا میخوام تو جای منو بگیری. من یه یوتیوبرم که ویدیو میسازم برای بچهای کانالم و امروز میخوام که همه کارهایی که من انجام میدم و در واقع تو انجام بدی و اولین چیزی که ازت میخوام اینه که به هم یه ایده بدی برای یه ویدیو یوتیوب که همه ببینن و لذت ببرن. چه جالب. برای ویدیو یه ایده میتونه باشه چالش ساخت یک ابزار خلاقانه با وسایل بازیافتی. اینجوری هم سرگرم کننده است، هم مخاطبا چیز جدیدی یاد میگیرن. ایول، ایدت خیلی قشنگه. اولین چیزی که به ذهنت میرسه که ما میتونیم با یه وسایل بازیافتی بسازیم چیه؟ وسایل بازیافتی مد نظر تو چیه که ما بریم و بخریم؟ با وسایل بازیافتی مثل بطری‌های پلاستیکی یا کارتن‌های مقوایی میتونید یه گلدان یا جعبه نگهدارنده وسایل بسازید. اینجوری هم محیط زیست رو حفظ میکنید، هم یه وسیله کاربردی دارید. مثلا بطری پلاستیکی رو میتونید برش بدید و به عنوان گلدان استفاده کنید. چت جی پی تی، در جریانی که من 2 میلیون تومن اشتراک تو رو خریدم و ازت یه ایده میخوام که بچهای کانالم ویدیو رو ببینن و عشق کنن، بعد تو من میگیرم گلدون درست کنم با بطری پلاستیکی و کاغذ. متوجهم که چیزی هیجان انگیز میخوای. میتونیم یه ویدیو دنبال یه ساخت یک وسیله جذاب مثل ماشین کنترلی با وسایل بازیافتی درست کنیم. این میتونه هم خلاقانه باشه و هم سرگرم کننده. ببین یه لحظه اجازه ببخشید ما حرف شما رو قطع میکنیم، ولی ازت یه ایده خیلی جذاب‌تر میخوام. الان ساختنی اصلا تو کت من نمیره، چون وسایل بازیافتی خیلی چندانی در بست بالم نیست. پس چطوره یه ویدیو در مورد چالش‌های سرگرم کننده درست کنیم؟ آفرین ادامه بده ببینم چالشی که مد نظر توئه چیه. مثلا یه چالش 24 ساعت انجام دادن کارهای عجیب یا چالش زندگی بدون تکنولوژی. این نوع ویدیوها مخاطبا رو جذب میکنه و کلی هم فان و سرگرم کننده است. ببین نظر من اینه که چالش دومو بیا بیخیال شیم، چون اگه بخوام تکنولوژی رو برای 24 ساعت بذارم کنار، یعنی در واقع نمیتونم با تو هیچ کاری بکنم. پس بیا روی چالش اولی که گفتی تمرکز کنیم. 24 ساعت با چالشی که تو بهمون میگی. خیلی هم عالی. میتونی یه چالش مثل 24 ساعت زندگی مثل یک شخصیت معروف رو امتحان کنی. فکر میکنی بتونی انجام بدی؟ آره چرا نمیتونم. اتفاقا شخصیت معروف ایرانی که همین الان اومد تو ذهنم هادی چوپانه. میشناسیش؟ پس چالشت میتونه 24 ساعت زندگی مثل هادی چوپان باشه. عالیه. ایده‌ای که بهم دادی فوق‌العاده است. به نظرم بیا از وعده‌های غذایی که هادی چوپان تو یه روز میخوره شروع کنیم. عالیه. پس میتونی وعده‌های غذایی پرپروتئین و سالم رو امتحان کنی. مثلا صبحو با یه وعده مقوی مثل املت با سبزیجات و سفیده تخم مرغ شروع کنی. آماده‌ای؟ آمادم. بزن بریم. خب اولین جایی که یه صبونه خفن بتونیم بخوریم باید وایسیم بریم تو سفارش بدیم. ولی قبلش بذار از چت جی پی تی بپرسم، تو در جریانی آقای هادی چوپان در روز چقدر صبونه سفیده تخم مرغ و املت میخوره؟ برای صبونه ممکنه چندین عدد سفیده تخم مرغ و املت مصرف کنه. میدونم چندین عدد. همین سوالم اینه که چندین عدد. تعدادش ممکنه حدود 10 تا 15 عدد سفیده تخم مرغ باشه. بستگی به برنامه غذایی و نیازهای بدنیش داره. یعنی حداقل باید 10 تا سفیده تخم مرغ با املت بخوریم؟ دقیقاً، چون نیاز بدنش به پروتئین بالاست. البته برای هر کسی مقدارش ممکنه متفاوت باشه. حالا من میرم ببینم هر چقدر که جا شد میخورم، ولی قبلش میخواستم یه ذره باهات صمیمیتر بشم. یه ذره چت جی پی تی گفتن برای من سخته، تلفظ اسمت برام سخته. میتونم به یه اسم دیگه صدات کنم؟ البته هر اسمی که برات راحت تره صدام کن. غلام. از این بعد میخوام غلام صدات کنم. مطمئنی؟ اگه راحت تری مشکلی نیست. آره مطمئن. عالیه غلام. تو خود با غلام مشکلی نداری؟ نه مشکلی نیست، هر جا که راحتی صدام کن. تعارف نکن، من احساس میکنم یه ذره داری تعارف میکنی. نه واقعا تعارف نیست، هر اسمی که دوست داری صدام کن. باشه چاکرتم. غلام. بله جانم.
در دسترس باش. آره در ادامه ویدیو حتما میایم باهات صحبت میکنیم. آجی الان 1 ساعت داریم میگردیم صبونه پیدا نمیکنیم. باورتون میشه؟ بریم خونه خودم دیگه. املتو که دیگه اینجوری نیستم که املتو درست میکنم خودم. یه تخم مرغ میندازیم تو آب میپزه دیگه. منت سگو نکشیم ما. خانم جون طرز تهیه یه املت ربی مشتی رو میخوام بهم یاد بدی. البته برای یه املت ربی خوشمزه تخم مرغ‌ها رو بزن، نمک و فلفل اضافه کن، توی تابه روغن گرم کن، رب گوجه رو تفت بده، بعد تخم مرغ‌ها رو اضافه کن و بذار بپزه. بعد تخم مرغ آبپز رو باید چه جوری درست کنیم؟ برای تخم مرغ آبپز تخم مرغ‌ها رو توی آب سرد بذار و روی حرارت قرار بده. بعد از جوش آمدن آب حدود 10 دقیقه صبر کن و بلافاصله در آب سرد قرار بده تا راحت پوسکنده شه. آقا ما اومدیم. به به اینم از صبونه امروز من و هادی. یه ذره زیاد نیست؟ نه دیگه منم هستم بده بخوریم. آره 2 نفری شاید بشه کارش که 10 تا سفیده تخم مرغ خالی تو دوران حجمم یادش بخیر جوون بودم میرفتم باشگاه روزی 3 تا تخم مرغ می‌خوردم. املت غلامپزه ها حاجی عمو حسنیه بزن. املت غلام جون یه سوال ازت دارم. به نظر چت جی پی تی بهتره یا هوش مصنوعی دیپ سیک که جدید اومده؟ بله چت جی پی تی مدل 4 یک نسخه پیشرفته تره که قابلیت‌های بهتری داره و درک بهتری از متن و مکالمه داره. اگر سوال خاصی دربارش دارید خوشحال میشم پاسخ بدم. باشه چت جی پی تی نسخه بهتریه. آره بچه‌ها هیچی نگید. حاجی گشنم شد چه خوبی داری. یه لقمه به منم بده. غلام چه دستپختی داری؟ به نظرت هادی چوپان با صبونش نوشیدنی چی میخوره؟ ممکنه چای یا قهوه بنازه. بستگی به سلیقش داره. شما بیشتر چی دوست دارید؟ پیشنهاد تو چیه؟ با املت و سفیده تخم مرغ نوشیدنی تو صبونه چی میچسبه؟ چای یا قهوه گزینه‌های خوبی هستن. یا حتی یه لیوان آب پرتقال تازه. شما کدومو ترجیح میدید؟ آب پرتقال. برم با عمو حسن یه ویدیو بسازم هر کی املتش خوشمزه تر شد. دارم میترجم. آقا آب پرتقالو بزن. به سلامت. بابا حاجی ولی فکر نکنم هادی چوپان آب پرتقال بخوره با صبونش. میدونی؟ دیگه هر چی غلام جان بفرمان دیگه. به نظرت هادی چوپان بعد از صبونه چیکار میکنه؟ هادی معمولاً بعد صبحونه تمرینات ورزشیشو شروع میکنه. شما هم قراره همین کارو انجام بدید؟ آره دیگه اگر اون کارو میکنه ما تمریناتشو شروع میکنه. درسته؟ حاجی کنسله. باشگاه کنسله. برای چی؟ تا ساعت 1 زنونه است. آره به خدا. تایم صبح باشگاه از دست رفت. بریم نهار. بریم نهار. آره بیا. تمرین خوبی بود. حاجی خیلی بدنم گرفت. دم کرده. آره. یعنی اصلا جا نمیشه دیگه. حجمو داری حاجی. یه بازو. خب غلام جون ما الان از تمرین برگشتیم. به نظرت هادی چوپان برای نهار چی میخوره؟ هادی چوپان معمولاً برای نهار وعده‌های پرپروتئین مثل سینه مرغ یا ماهی با سبزیجات مصرف میکنه. شما هم میتونید چنین غذایی رو انتخاب کنید. چه غذایی یعنی دقیقاً؟ یعنی الان من برم سینه مرغ بخورم با ماهی و سبزیجات؟ به حاجی هر روز مثل هادی چوپان زندگی کنیم. پایم حاجی. ببین این ماهیه. اینم گیرین. بالاخره باید بعد ورزش سخت یه ناهار خوب خورد. میلاد بیا جلو. جون آقایی مثل هادی چوپان آقاییش. از هادی چوپان بودن فقط غذاشو خوردیم حاجی. حاجی هادی چوپان وعده ناهارش چیه؟ لوبیا و ببین من تنها چیزی که تونستم پیدا کنم شبیه وعده هادی چوپان باشه این سینیه بود. توش جوجه کباب هست، مرغ گریل و ماهی. کاملا سالم و رژیمی. هادی چوپان بودن هم سخت بود. خیلی باید خیلی غذا بخوری. واقعا بهم داد فشار. خیلی خوب غلام جون جات خالی. نهار خیلی چسبید. خیلی خوشمزه. به نظرت هادی چوپان بعد از نهار چیکار میکنه؟ معمولاً بعد از نهار استراحت میکنه و برای تمرینات بعدی آماده میشه. ممکنه بعد از استراحت تمرینات کششی یا ریلکسیشن انجام بده تا بدنش آماده تمرینات بعدی بشه. یعنی ما بعد از ظهر دوباره باید بریم تمرین؟ بله، اگه هدفتون شبیه سازی زندگی یک ورزشکار حرفه‌ای مثل هادی چوپانه، معمولاً تمرین اسکایی هم دارن. البته استراحت و ریکاوری هم خیلی مهمه. باش پس ما میریم یه چرتی میزنیم، بعداً بلند میشیم یه چیزی میخوریم، میریم دوباره تمرین دیگه. خیلی خسته شدم. واقعا هادی چوپان زحمت میکشه. خیلی سخت. یه چای نبات نخوری. احساس میکنم سفید تخم مرغ اینجا مونده. چای نبات، عرق نعنا، یه چرت بزنم فعلا پاشیم تا بعد از
حاجی بعد خواب بعد از ظهر تمرین خیلی میچسبه. خیلی قبول دارم. واقعا الان بدن آماده است که بهش فشار بیاد. آره. بعد من تصمیم گرفتم خودمون رو محدود به یه باشگاه بوگندو نکنیم. یعنی الان بریم تو باشگاه صدای موزیک زیاد، بو پا، بو عرق، صندلیا خیس عرق، کثافت. گفتم بیایم اینجا زمستون بعد از ظهر هوام خیلی سرد نیست، میچسبه تو این هوا. آره. بعد چیکار کنیم حالا بابا بزرگ؟ ما امروز سینه داریم. آره. بعد سینه بزنیم. آره من سینه میزنم. سینه بزن. این چیه؟ این فلایه. این فلایه نمیدونم. این بالا سینه است. بچه‌هایی که چیز میرن باشگاه میرن بنویسن یا علی. ماشاءالله. 3 تا 10 تا هم وزن خودت داری سینه میزنی. آره تو باشگاه نمیدونستم اینقدر بزنم. من جلو بازو میزنم. اون جلو بازوه پشت کمره. ببین درستش میدونی چه جوریه که کونو میدی عقب، کمر قوس میدی به کمره. خب بعد اینجوری. اوه چه سبکه. بیا بشین این رو. صبر کن. نه این خیلی سبک. این الان کجاش سنگینه این؟ خیلی سبک. واقعا برای پیرمردا طراحی شده. یعنی استعلام میگیرن چیه قصم، 10 تا خوک بیف زدم منو زندم، صندلی شاگرد فقط بودم بزن، دو فاشون میخونم با این که زشتم، منقر روز زدم روش گوش قرمز، دکتر پای بیف نره واسه نقرس کلت دم رنگ کله. بس بریم شام. خیلی خوب غلام جون، الان وقت شامه. به نظرت شام چی بخوریم؟ بهتره جوجه کباب و یک چیز مقوی مثل عدسی یا لوبیا بخورین. مطمئنی؟ خواهش میکنم، همیشه در خدمتم. باشه چشم، هرچی شما بفرمایید. پس شد جوجه کباب و عدسی یا لوبیا، درسته؟ شام ورزشکار باید سبک باشه. آقا میگن صبحونه رو تنهایی بخور، نهار با رفیق، شام با دشمن. تو الان تو عمرم جوجه کباب خالی نخورم. آخه بیچاره برنج نداری؟ لوبیا بزن. بفرما. میخوای بهت بدم؟ من تو حجمم، چیزم دارم تو کاتم من. کات کردی؟ نه تو کاتم. آها. میخوام بدنم تیکه تیکه شه. بدنم کوبتر گرفته، قد و کولم گرفته. چون خیلی ورزش کردی. تو حجمی درسته؟ من آره دارم حجم میگیرم برای مسابقات. ماهان تو حجمت زیاد. حاجی خدا وکیلی هم بدنم درد میکنه هم شکمم. واقعا مثل هادی چوپان زندگی کردن واقعا سخت. دمش گرم. ولی اگر دوست داری توی ویدیوی بعد هوش مصنوعی دیپسیک ما رو کنترل کنه، حتما توی کامنت ها بنویسید. صبر کن غلام جون. بله گوشمندم. گوشمند. صبر کن.